الناز حبیبی بازیگر محبوب سینما و تلویزیون ایران با حضورش در تبلیغ نوار بهداشتی موجی از بحث‌ها، واکنش‌ها و حواشی گسترده رو در فضای مجازی ایجاد کرد. این ویدیو به بررسی کامل ماجرا قبل و بعد، جزئیات، بیوگرافی کوتاه و تاثیر این اتفاقات بر فضای رسانه‌ای و اجتماعی ایران میپردازد. سلام رفقا، به کانال خودتون سلب نیوز خوش اومدید. یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله رو روشن کنید. نظرتون هم توی کامنت ها برامون حتما بنویسید. الناز حبیبی بازیگری که سالهاست با نقش‌های متفاوتش در سینما و تلویزیون ایران شناخته می شود، این بار نه با یک فیلم یا یک سریال بلکه با یک تبلیغ جنجالی در صدر اخبار و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. تبلیغی که موضوع آن نوار بهداشتی بود و حضور یک چهره شناخته شده در چنین کمپینی فضای رسانه‌ای ایران رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. در جامعه‌ای که هنوز بسیاری از موضوعات مربوط به سلامت زنان با تابو و سکوت همراه است، انتخاب الناز حبیبی برای ایفای نقش در این تبلیغ به نوعی شکستن دیوار سکوت و ورود به عرصه‌ای تازه محسوب شد. همین جسارت باعث شد که این تبلیغ نه تنها یک حرکت تبلیغاتی ساده نباشد، بلکه به یک نقطه عطف در گفتگوهای اجتماعی تبدیل شود. در روزهای ابتدایی انتشار این تبلیغ واکنش‌های به شدت متنوعی داشت. برخی از مخاطبان با تحسین از شجاعت الناز حبیبی یاد کردند و اون رو پیشگام در تغییر نگاه جامعه به مسائل زنان دانستند. گروهی دیگر با انتقاد شدید حضور یک بازیگر محبوب در چنین تبلیغی را غیر ضروری یا حتی نامناسب قلمداد کردند. این دوگانگی واکنش‌ها همان چیزی بود که باعث شد تبلیغ به سرعت وایرال شود و در صدر ترندهای شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد. برای درک بهتر اهمیت این اتفاق، بذارید یه نگاهی کوتاه به زندگی و کارنامه الناز حبیبی داشته باشیم. اون متولد 21 مرداد 1367 در تهران و از کودکی وارد عرصه بازیگری شد. اولین تجربه جدی او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رقم خورد و بعدها با حضور در سریال ها و فیلم های مختلف جایگاه ویژه‌ای در دل مخاطبان پیدا کرد. از جمله آثار شاخص اون میتونه به سریال های فاصله ها، دردسرهای عظیم، بچه مهندس و فیلم هایی چون خوابم میاد، حوض نقاشی و خیلی کار دیگه اشاره کرد. سبک بازی او همیشه ترکیبی از سادگی، انرژی زیاد، صداقت، بامزگی و همین ویژگی باعث شده مخاطبان با شخصیتش ارتباط عاطفی عمیقی برقرار کنند. انتخاب الناز حبیبی برای چنین کمپینی تصمیمی بود که هم از سوی برند و هم از سوی او با دقت گرفته شد. برند به دنبال چهره‌ای بود که هم محبوبیت داشته باشد و هم بتواند پیام کمپین را با قدرت منتقل کند. الناز حبیبی نیز با پذیرش این نقش نشان داد که حاضر است مرزهای سنتی تبلیغات در ایران را جابجا کند. این حرکت فارغ از نگاه‌های مثبت یا منفی یک نقطه عطف در مسیر تبلیغات اجتماعی ایران محسوب میشه. حواشی این تبلیغ تنها به فضای مجازی محدود نشد. رسانه‌های رسمی نیز به آن پرداختند و حتی برخی کارشناسان حوزه فرهنگ و جامعه اونو نشونه ای از تغییر تدریجی در نگاه عمومی به مسائل زنان دانستند. در مقابل برخی دیگر هشدار دادند که چنین تبلیغاتی ممکن است با مقاومت بخش‌هایی از جامعه مواجه بشه و به جای تغییر مثبت واکنش‌های منفی بیشتری ایجاد کنه. اما آنچه غیر قابل انکار است تأثیر این تبلیغ بر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب بود. ویدیوهای مرتبط با این موضوع بازدیدهای بسیار بالایی گرفتند و نرخ تعامل کاربران به شکل چشمگیری افزایش یافت. همین موضوع نشون میده که ترکیب یک چهره محبوب با یک موضوع حساس میتونه به سرعت توجه مخاطبان رو
جلب کنه، محتوای تولید شده رو به سمت وایرال شدن سوق بده. در ادامه روایت شخصی از مخاطبان نیز به این موج اضافه شد. بسیاری از زنان با انتشار پست‌ها و استوری‌های خود از تجربه‌های شخصیشان در مواجهه با تابوهای اجتماعی گفتند و تبلیغ الناز حبیبی رو بهونه‌ای برای این تجربه قرار دادند. این اتفاق نشون دهنده قدرت یک تبلیغ در ایجاد گفتگوی اجتماعی و فرهنگی است. در نهایت میشه گفت که تبلیغ نوار بهداشتی یا پد بهداشتی با حضور الناز حبیبی فراتر از یک کمپین تبلیغاتی ساده بود. این حرکت شجاعانه بحث‌های گسترده‌ای درباره نقش زنان در رسانه‌ها، تابوهای اجتماعی و قدرت تبلیغات در تغییر نگاه عمومی ایجاد کرد. فارغ از موافقان و مخالفان، این تبلیغ به یک نقطه مرجع در تاریخ تبلیغات ایران تبدیل شد و نام الناز حبیبی رو بار دیگر در صدر اخبار قرار داد. این حرکت شجاعانه جنگی بود که به نفع مدرنیته تموم شد. جنگ قدیمی بین سنت و مدرنیته که سرباز این بار مدرنیته الناز حبیبی بود. لطفاً نظراتتون توی کامنت ها برامون بنویسید. نظر شما چیه؟ به نظرتون این حرکت خوب، جسورانه، شجاعانه یا نه حرکت غیر عرف، غیر ضروری و نامعقولیه؟ خیلی خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسین. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو روشن کنین، ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون هم ارسال بکنین. امیدوارم حال دلتون خوش باشه. تا فردا همین موقع و همین جا خدا نگهدارتون باشه.